سلام تو چطوری؟ آقا ما امروز اومدیم با 6 تا لودات برتر این سیزن دو تا واسهتون اس ام جی بردم، دو تا اسنایپر رایفل با دو تا شاتگان و حمایت یادتون نره لایک و همین الان بزنید، ساب کنید، زنگوله رو بزنید، هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر شید و بیاید چیکار کنید به ویدیومو ببینید و دوباره ببینید. آقا بریم واسه اتچمنت ها و تستش. اول بریم نخواه زمین تمرینی. اول رایفل رو میدم. رایفل یه دونه 117 داریم. آقا چی میتونه جای 117 رو بگیره؟ 117 رو اول بدون پرک تستش میکنیم. خب آقا یه دونه پرک هم بهتون میگم چیا بندازید بیرون. آقا پرک یه 117، یه دونه پرک بازو، یه دونه پرک خشاب، یه دونه هم پرک لانج رنج. این پرک ها رو باید بندازید. حالا با پرک اینجوری میشه رنده میکنه. خب آقا بریم اتچمنت اینو بهتون بدم. آقا این اتچمنت 117 اسکرین شات بگیرید و برید بچینید. خب اتچمنت بعدی SMG مکتن. اون مکتن اول بدون پیک میزنیم. با یه خشابش بدون پیک خشاب 2 نفره میشه انداخت. حالا با پرک یه دونه اینو میندازی تیپ فایر، یه دونه پیک خشاب، یه دونه یا لانگرنج یا بازو. به نظر لانگرنج بهتره. الان با یه خشابش تقریبا 4 نفره میشه. خیلی ایزی میزنه. خب بریم اتچمنت اینم بهتون بدم. خب، این از اتچمنت مکتب. خب اتچمنت بعدیمون واسه فنک. خب فنک فنکو حداقل یه دونه پیک خشاب آبی هم پیدا کردید یا هرچی بندازید توش. بدون پیک خشاب زیاد خوب میزنه ولی باید پیک خشاب توش باشه. بدون پیک چند تا بات بیشتر میزنه. خب حالا پیک دوباره همونایی که رو مکتن انداختید رو اینم داد. یه هیپ پای، یه دونه خشاب، یه لانچ رنده.
ایم که بگیرید اصلا وانشاته. طرف نمیدونه چجوری وانشات شده. خب اتچمنت مکس فنک هم بهتون بدم دقیقه ویدیو زیاد نشه. خب این هم از اتچمنت فنک بتونید بکشید. آقا اتچمنت بعدیمون واسه دیله. اسنایپی دیل بردم یه دونه اشتیاق بزن. اونایی که فست اسکوپ بازن و اسنایپ راش میخوان پلی بدن این دیل بشه. اونایی که زیاد از راه دور و اینا میخوان فایت اسنایپ یا چی بدن اون اشتیار بچینن از نظر من. الان میسارم این اتچمنت دیل رو الان بهتون میدم. بعدش میریم اشتیار رو ببین. اشتیار انقدر مطمئنم قبل ویدیو تستش نکردم اونقدر. این اتچمنت دیل HDR این اتچمنت داشتم ایزولیت استفاده میشه. این از HDR من دست قبل دیلو با چی با پرک تست نکردم. حالا این دست من چیز دیل همون جوریش خودت دیدی چی شده. حالا فرض کنید پرک هم روش بمید اشتیار دوستی کنید نیم کب دلوی بودم. البته اشتیارش واسه راه دوره. این یه ذره فاصله بود. دو تا دیگه میس بدم به جای بات اکتیویتی منو میاره. خب بریم اتچمنت اشتیار رو واسه تون بذارم. این هم از اتچمنت HDR اینم بچینید. خب حالا نوبت چیه؟ نوبت کیارم و HS. نوبتی هم باشه نوبت کریم و HS. خب اول کریم رو میگیم. HS گوله. آقا این HS سیزن قبل خدا زد. این سیزن هم من تستش کردم هنوزم مثل سیزن قبل خدا داره میزنه. الان کریم رو نمیاد HS. من خودم سیزن قبل اصلا کریم نزدم ولی کریم خیلی خوب داره ماشاءالله. بدون پرک اینجوری داره میزنه. بچه یه چیزم بگم هم رو HS هم روی کریمتون که یارمتون پرک لانگ برل لجند نندازید. اگه ننداختیدم پرک لانگ برل لجند نندازید چون هم اگه زیاد مثلا حرفه‌ای نباشید و میس زیاد بخواید بدید کلا اون خیلی این دایره وسط رو کوچک میکنه و میستون زیاد میشه. از یه طرف هم ریجسترش خراب میشه اصلا شما تیر میزنید نمیخوره بهش. خاطر همین لانگ برل لجند نندازید یا همون طلایی. لانگ برل اپیک بندازید خیلی بهتره.
حالا من پرکار بندازم کریم. پرک یه لانگ برل اپیک، یه پرک بازو، یه دونه لانگ رنج. از کجا داره وانشات میکنه؟ به جای اسنایپ از این دیگه باید استفاده کنی. خدا وکیلی یه اتچمنت لایک نداره. خب خواستم دوباره بیام بیرون. اتچمنت اچس هم میدم. بعد میام بیرون جفت اتچمنت هست. با این اتچمنت اچس اول بدون پرک میدم. اتچمنت اچس امنا چرا که باگ داره دوسته وانشات نمیکنه، ولی داخل مچ که میری اصلا یه جور وانشات میکنه خودت پشمات میریزه. شاید مثلا اشتباهی چیدم مثلا. اوکیه. ببین اتچمنتش جوریه باید مثلا خیلی دقیق بزنی. من خودم سیزن قبل کارم با این راه میفته. مثلا این تیرا رو بذارم بی نهایت مخ. حالا واسه اینکه بفهمید اتچمنت HS چرا اینجا باگ داره، داخل شورت ویدیوهایی که از این بعد میذارم نگاه کنید فقط اتچمنت HS رو خودتون میفهمید چی داره میزنه. یارو گفت یارو پشماش ریخته بود ریاکشنش رو فقط شما ببین. حالا پرکارم بندازیم روش. منم خدای میز شدم میسیدن سنسمو درست حسابی نچیدم، سرسری چیدم. حالا فردا یا پس فردا واسهتون ویدیو آموزش اینکه چجوری سنس خودمون رو به دست بیاری من میذارم. خب بریم واسه اتشمنت کیارم HS. بچه حمایت کنید، حمایت کنید واسه دوستاتون هم بفرستید که ویدیو بلنده اونم بره بالا. اتشمنت HS اینه. من با این اولیه مطابقت داره یا نه؟ بعد هم خب اتچمنت کیارمونم که اینه. این اتچمنت HS و کیارم کلا اصلا یه جور استانداردشن. این اتچمنت اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابیاتون نره تا ویدیو بعدی.